این داستان واقعی پنیوایزه. سال 1954 ویکتور لین یه دلقک خوشرو و پر انرژی بود که توی کارناوال بلک هالو توی یکی از شهرهای کوچیک اوهایو برنامه اجرا میکرد. زمانی که ویکتور بچه بود کل خانواده‌اش رو توی یک آتش سوزی وحشتناک از دست داد و به خاطر اثرات سوختگی روی صورتش آدما همیشه مسخرش میکردن و هیچ وقت رفتار خوبی باهاش نداشتن. یکی از شب‌های ماه اکتبر یه گروه از پسرها چادر ویکتور رو وقتی که اون داشت توش تمرین میکرد آتیش زدن. صورت و بدن ویکتور در حال سوختن بود و وقتی که اون داشت توی اون شرایط به سمت جنگل فرار میکرد آدما بهش میخندیدن. حدود 1 ماه بعد از اون شب اتفاقهای عجیب شروع شد. بچه‌ها شروع کردن به ناپدید شدن. آدما بادکنک‌های قرمزی رو می‌دیدن که به جلوی در خونه‌شون بسته شده. یه گروه جستجو چند وقت بعد یه کلبه توی اعماق جنگل با وسایل قدیمی کارناوال پیدا کردن، با کلی عکسای خانوادگی سوخته و یه آینه که روش این نوشته حک شده بود: الان کی میخنده؟ و الان هر سال ماه اکتبر بادکنک‌های قرمز اطراف منطقه بلک هالو دیده میشن. محلی ها میگن این یه اخطاره، این که ویکتور هنوز فراموش نکرده و دلقک بلک هالو